دوری که در او آمدن و رفتن ماست، آن را نه نهایت نه بدایت پیداست. این پاره از شعرخوانی محمود جان واحدов اساسگذار تئاتر یک اکتور زیر عنوان گفتگو با خود است. 10 اکتبر هنرمند بهراوی سرشناس تاجیک محمود جان واحدов 80 ساله شد. او در سن 38 سالگی به طور فاجعه‌ای و مرموز در بغداد عراق افتید. گفتن همه فویه به جمع شوید تو. فویه به جمع شدیم. بعد نماینده از وزارت گفتن که خودتون رو به دست گیرید. یک فوجیه سخت به سر ما اومد، به سر فرهنگ، به سر ملتی بسیار هم گفتن مشکل منبع. و اکو این گپ زدن حالی ما نمیدونیم که چه فوجیه. وقتی که محمود جان واحدов گفته شد همه فریاد زد. این خیلی فریاد هایی که شده است در ولیکن این فریادی که عموم در تالار نشسته بودیم و همین فریاد کشیدیم من هیچ کو فراموش نمیکنم. هنرمندان تئاتر جوانان که نام او را دارد موسم امساله را با نمایشنامه درفش کاویانی که از روی شاهنامه فردوسی تهیه شده است تمرین دارند. این نمایشنامه را به 80 سالگی محمود جان واحدов بخشیدند. چون این نمایشنامه به درد خود ما هم نزدیک است، یعنی برای تخت و تاج، مبارزه برای تخت و تاج، مبارزه برای زندگی خوب، مبارزه برای که به دست گرفتن حاکمیت. محمود جان واحدов یک باره به کورس سوم شعبه تاجیکی دانشکده به نام لوناچارسکی شهر مسکو داخل شد و از سال 1960 دانشکده دولتی صنعت تئاتر مسکو را ختم کرد. نقش‌های معروف‌ترین که محمود جان واحدов در فیلم‌ها آفریده است حسن عرابکش در نقش رجب، جورا سرکار در نقش قادیروف و داستان رستم در نقش طولاد است. او در دوبلاژ بسیار فیلم‌ها هم اشتراک کرده است. هنرمندان می‌خواستند جشنواره‌اش از این فراتر می‌شد. جشن‌های بزرگ نگذرانیم، البته که آنها فراموش شده می‌روند. به گفته نزدیکانش محمود جان واحدов پیش از سفر به بغداد مریض بود و از پیامد هم گویا خبر داشت. بعد رژیسور ما گفت که مادامی که شما نوتا هستید روید و توبت کنید. بعد گفتم که نه بیت همه تمام میکنیم امروز. خدا میداند من گشته بیام یا نه. این چیز هرگز از خاطر گویا که یک چیز یک خبر اومده بود به امکاس یا که از چیزی واقف شده بودن. همخیل در حقیقت همخیل شد که از بغداد بر نگشتند. برخی از همکاران میگویند بعد از بازگشت نقشه های زیادی داشت که اجرا نشدند. من از اونجا برگردم البته حملت میمونه که من میخواهم که تئاتر نو کشویم. اون وقت همین بینوی نویسنده ها در ساختمون بود. بعد گفت که انمون بینوی نویسنده ها ساخته می شود، در آنجا تالار بسیار هم عجیب می شود. میخواهم تئاتر موسیقی، سخن و شعر همه خیلی تئاتر کشویم. محمود جان واحدов دارنده جایزه دولتی تاجیکستان به نام عبدالله رودکی بود و برای اشتراک در کینوفیلم داستان رستم اردن نشانی فخری گرفته است.